بچه ها ساکت بشه، نماز ایشون خونده بشه، ولی توی ستاره کارونه یه ذره نمیده و من هم نمیتونم به شما بگم که در واقع چه بکنید. سپاسگزار که اومدید. من تسلیت بگم به شما، ایشون متعلق به همه شما هستن، همه شما صاحب عزا هستید. ایشون منتقل شدن به مشهد که انشالله فردا در اونجا ایشون رو تشریف کنیم. الان نماز خوانده شده که ایشون برن. بعد استاد فردا تشریف خوانده شد، ما الان نماز رو خواندیم. بعد فردا نماز در چشم خوانده شد. استاد مشهد چه ساعتیه ببینید پیکر ایشون رو بردن فرودگاه